الپازده و مهلشکرکشی ترکیه بشوی زمینی و بردمان افروکین جنگی بو سرباشور کردستان دست بکریه. اب و اگریجی جماره که گوندن دبر سندی و گلیال قزازاخو کفتین برهرشن سوپای ترکیه و کرتن چاندن و گشت و گذار جیل دبره اب تمامی راستی آینه. يعني نزيكا خلكي باتي في دش باتي في دار كافت جبر في بردمانا يعني بشريات يا تت من باران كرني منطقة ما تايبت دفرا سندي قولي عم بيجين منطقة كا جشتو جزارية منطقة كا زراعية خلكي ما أفصاله نبینا موچا گویی دی چی سرگوندت خواب خواه گوندت خواه و کین زیراعت که چینی بلکه هرچه نبود بچه هاد بمجیبت گشتیاری کرده گشتیاری خلک خبر هف کرد بی پیشوازی گشتیارا بیت کرنه مخابنی و وی بردمانه نه فلاحت هلاو نجی کرده گشتیاری هلا هم داخوازش حکمت هرمت کین هرچه نبود همه بو ریه خواه بیان نامه که در بکت دجی و داگیر کریا ترک بو سر باشور کردستانه پیشتر جیب اگر بردمان فروکین جنگین ترکی نزدیکی 100 گندان دور زخوادین چول کرن اوش بلی قربانین گیانی و زیان مادین زور. نزدیکی 100 گنده لسنور هر دو ناحیه باتیفا گل ناحیه درکاره هاتینا چول کرن و دویتو باران دو میداجی 8 گند کتنا بن بردمان و چارچوبی اپراسیوننا کل بجن گند هفتانی دست بکیره الگوریوان زانیاری دست مکتین چند کیلومتر که هزار کماندو هاتیه پشتوانی آوی هزیده تاکن فروکن هلیکوپتر و بفروکوان تو باران چند نزدیکی 3 روزه سروی دورا سنوری بردام گند هاتینا چول کرن خلک کتیات ترسکا مازنده زور جاران جید وی دور زاخو تایبتی دور سنوری قربانی گیانی هبوینه کوچبلی قربانی مادی کوپ میلیون دلار چندین میلیون دلار دهنه خمنادن هرش افجاره یا سوپای ترکیه الگند هفتانینه دست بکریه و 8 گند سنور ناحیه باتیفا بر هرش کفتینه و الگند کشان جیزیان زور گهشتین خانین هولاتیان. هش گندت من که بر بردمان کدین شوادی وره 16 سر 17 منین و پیربلا اوله و کشان نزور و هفتانین و ریسه و شیلان مگودو اف گندت هنه اوید آکنجی پترلی کشان 15 مالد و شیلانش نه مالد نه هاتین بردانه اف گندت خوب برینو که هاتین چول کرنه بس با خلک که قصد عقار خود کرد کو بیستان توان شینکاتی هبین راستا گندینه بس وانا بخو رزق کلویر هبی کو فقیه وانا درامت وانا پازه وانا هندک بخو خدان کردیا او گندت هاتین چول کرنه جی خلک که دو سه روز نشد بچت احتمالات اسبوع دیگه احتمال امن زانین که امتى زیادر چه بد نشه بچت اكيد زيانن وافتوب وطياره جندتوان كاتين قصفه مدفعيه جران وهروسه بطياره مازن اكيد ضرر ومازن المالتوان كاتين اباكري وينش اباكري جل گنده کشان جامتوانش کسین خانیتوان به سر و بر کرین به بهانه هبونا بارگاین پکه که ترکیه هرشه که برفره اینا اثر چندین دورین هرما کردستانه و چند روزن در بازبوی دا بردمانه که چرهاتیه کرن به اگریجی چندین گند سنور قضا زاخواتینه چول کرن و زیان زور کرد چاندن و گشت و گذاره و خلک دوری بگشتی کفتینه. آمد بریفکانی کانال آسمانی پیام زاخو